افغانستان فکر نکنید همش باید کارگر بشن. جنایت هایی در حق شما شده که این همه فقر و بیسوادی اونجا، یعنی شما جایی از نظر جغرافیایی قرار گرفتید که هر استعمارگری باید پا رو سر شما بگذاره بره به منافعش برسه. ولی در تاریخ اگر نگاه بکنید چند تا کشور استعمار فیزیکی نشدن، یعنی 2-3 تا کشور در دنیا هستن که استعمار ناپذیرن. یکی افغانستانه. بارها شده انگلیس 30,000 نیرو در افغانستان داشت، فقط 1 نفر نجات پیدا کرد. در یک زمانی 1 نفر فرار کرد و رفت به هند و خبر داد که کل نیرو قتل عام شدن. روس همین تجربه رو کرد، آمریکا همین تجربه رو کرده. ملتی هستن که چه؟ استعمار ناپذیرن. به زور بخواد بیاد بالاخره شاید 10 سال 20 سال 50 سال هم جنگ بکنن بیرون میره. ولی باید جهل رو برطرف بکنیم. اگر اونا رفتن بیرون به جون هم نیفتیم. باید علم و اخلاق و ارزش و محبت و صفا و صمیمیت در خودمون اونقدر تقویت بکنیم که با دشمن بیگانه می جنگیم. وقتی دشمن بیگانه نباشه دیگه احساس کمبود نکنیم که باید به جون هم بیفتیم. پدر به بچه 5 ساله آدامس دستش میده برو سر چهارراه بفروش. بدون 5000 تومان به خونه برنگردی. این بچه 5 ساله حق کلاس قرآن رفتن نداره؟ این بچه 6 ساله 7 ساله 10 ساله حالا اشکال نداره در اوقات فراغت یه وقتی حالا ببرید تا بازار با خوده. یه ساعتی نباید بره مسجد کلاس، نباید رو مسائل دینداریش، نباید رو مسائل اعتقادیش. خودمون داریم راه حل پیدا میکنیم برای رفع مشکل مادیمون. باور بکنید همین بچه‌هایی که آتکلو میفروشن تو بازار که اکثرا مهاجرینن، نوجوانن، بعضی موقع من رد میشم اگه یکی منو دید نزدیک 30-40-50 نفر جمع میشن. اگه من 10 دقیقه ترمز بزنم بیستم. اینقدر علاقه دارن. بعضی به من میگن شیخ جای سخنرانی این جمعه شما هستید، کجای برنامه تو ما بیایم. این خدمت دارن، دوست دارن. نباید به فکرشون باشید. به صرف این که مهاجرن باید از صبح